Hi guys, I'm very happy to see you again. Today we are here to learn how to use present perfect in both speaking and writing and also in daily communications. Because just rote learning isn't work. سراغ یکی از چالشی ترین و سخت ترین ساختارها بر اساس تجربه‌ام چه برای لرنرها چه برای انستراکتورها. اونم چیزی نیست به جز present perfect. این ساختار رو اغلب با دید اینکه فقط حفظش کنیم و آزمونامون رو پس کنیم و بره بهش نگاه میکنن. اما بسیار میتونه سطح مکالمات و نوشتار شما رو بالا ببره به شرط اینکه یاد بگیرید چطور ازش استفاده کنید. تا آخر این ویدیو همراه هم باش چون قراره که با کلی مثال کاربردی بهت یاد بدم که ازش چطور استفاده کنی. حتما اگر سوالی داری ازم توی قسمت کامنت ها بپرس. همینطور منو سابسکرایب کن، زنگوله رو فشار بده که ویدیوهای بیشتری دریافت کنی. پس let's get. یادتونه اون زمانی که میرفتیم کلاس زبان میگفتیم که present perfect چیه؟ به ما میگفتن که چیزی که در گذشته اتفاق افتاده اما اثرش رو در لحظه حال میبینیم. So what؟ و خیلی همون واقعا متوجهش نمیشدیم و این رو فقط حفظش میکردیم. مثلا یکی رد میشد میگفتش که present perfect چیه؟ میگفتیم present perfect یا حال کامل چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده اما اثرش رو لحظه حال میبینیم. خب این چه معنایی داره؟ بذار بهت با چند تا مثال کاربردی نشون بدم. یکی از کاربردهای مهم present perfect اثری هستش که از کاری که در زمان گذشته انجام شده در زمان اکنون مشاهده میکنیم. به این مثال ها توجه کنید. مثال اول میگه که I have lost my keys. اثرش اینه که الان من نمیتونم وارد اتاق بشم چون کلیدها رو در گذشته گم کردم. مثال دوم رو توجه کنید. Sally has broken her cell phone. تلفنش همچنان هم خرابه. با اینکه در گذشته تلفنش رو خراب کرده، شکونده، اما اثرش اینه که همچنان تلفنش خراب هست. توی مکالمه چطور میتونیم از این کاربرد استفاده کنیم؟ به این کانورسیشن کوتاهی که براتون قرار دادم توجه کنید. I can find my wallet. من نمیتونم کیف پولم رو پیدا کنم. Have you lost it? گمش کردی؟ یعنی در گذشته گمش کردی که الان نمیتونی پیداش کنی. وقتی که میخوایم راجع به اکسپریانس هامون صحبت کنیم از present perfect میتونیم کمک بگیریم. دومین کاربرد بسیار مهم برای present perfect صحبت کردن درباره تجربه های شما بدون بیان زمان دقیق و مشخص هست. به این مثال ها توجه کنید. I have visited Italy. تجربه بازدید از ایتالیا رو داشتن رو میتونیم با present perfect به این شکل بیان کنیم. یا Michael has tried sushi. مایکل سوشی خورده است. اینطوری میتونیم درباره تجربه سوشی خوردن رو داشتن صحبت کنیم. مجدد به این کانورسیشن کوتاهی که بهتون میتونه ایده بده که چطور توی اسپیکینگ از این تنس استفاده کنید توجه کنید. Have you ever been to Shiraz? آیا تا به حال به شیراز سفر کرده ای؟ اگر پاسخ شما مثبته میگید که Yes I have و اگر پاسختون منفیه میگید که No I haven't. کاربرد دیگرش چیزی هستش که در گذشته اتفاق افتاده و تا الان ادامه داره. مثلا فرض کنید که شما سال 2010 به شهری موو کردید. مثلا موو کردید به شهر یزد. و از 2010 تا الان که 2025 هست توی یزد زندگی میکنید. پس میتونید بگید که I have lived in Yazd since 2010. وقتی که داریم درباره یه چیزی که از گذشته شروع شده و تا الان ادامه داره صحبت میکنیم میتونیم از present perfect استفاده کنیم. مثل Rose has lived here for 10 years. از 10 سال پیش تا اکنون روز در اینجا زندگی کرده است. یا Jack has worked at my company since 2020. از سال 2020 تا اکنون جک توی کامپنی من کار کرده است. باز به این کانورسیشن کوتاهی که براتون مخصوص اسپیکینگ قرار دادم توجه کنید. How long have you studied French? چقدر تو زبان فرانسوی رو مطالعه کرده ای؟ I have studied for 15 years. برای 15 سال به مدت زمان 15 سال این زبان رو مطالعه کرده ام.
یعنی از 15 سال پیش تا اکنون. بذار بهت یه چیزی رو در گوشی بگم. اگه